سلام خدمت شما دوستای عزیز، حمید هستم. امروز اومدیم با آموزش 0 تا 100 کسب درآمد از روبیکا. خب امروز اومدیم که بریم از کدوم بخش از روبیکا کسب درآمد کنیم، چطور، چه روشی، تایید 2 مرحله‌ای چجوری بکنیم، نحوه برداشت پول چجوری هست، احراز هویت به چه صورت است، تعرفه های درآمد مثلا هر بازی چقدر میده و اینا رو بگیم و چند تا ترفند عالی و اثبات های برداشت و یک موضوع مهم برای تراکنش های نامشخص. خب وارد روبیکا میشیم. کسب درآمد از روبیکا به 2 صورت هست. ما میتونیم از پیام رسان یا روبینو استفاده کنیم که باز هم بهتون توضیح میدم. کسب درآمد از پیام رسان خیلی راحت تر و بهتر هست نسبت به روبینیو. خب برای کسب درآمد از پیام رسان نیاز به یک کانال یا گروه داریم. خب وقتی که بخوایم یک کانال یا یک گروه رو بسازیم، خب یادتون نره که کانال رو سابسکرایب و ویدیو هامون رو لایک کنید. کانال فرق نداره چه عمومی باشه چه خصوصی، برای ایجادش نیاز به این است که اکانت شما تایید 2 مرحله‌ای داشته باشه. خب تایید 2 مرحله‌ای رو چجوری فعال کنیم؟ وارد تنظیمات میشیم و از قسمت حریم خصوصی و امنیت اینجا زده تایید 2 مرحله‌ای. اینجا یه رمز باید بزنید. اینجا باز هم همون رمز رو میزنیم. اینجا میگه راهنما واسه خودت بذار که اومدی بفهمی. خب اینجا میگه ایمیل بزنید. ایمیل رو که بزنید یا یه وریفای واسهتون میاد یا یه کد که تاییدش کنید. ایمیل بزنید خیلی راحت تر میتونید اکانت و بازیابی و اینا کنید که ما فعلا از نادیده گرفتن استفاده میکنیم. خب ساختیم و حالا به راحتی میتونیم کانال رو ایجاد کنیم به همین صورت. خب کانال رو که ایجاد کردیم، درآمد هر کانال از اینجا نمایش داده میشه که درآمد از کاربرهای فعال یا همون بازدید روزانه. خب و این قسمت بغلش هم ترافیک میشه. ترافیک چیه؟ وقتی که شما یه فیلم 1 گیگابایتی رو گذاشتین و بعد اون رو دانلود میکنن، حجم اینترنتی که از اونها کم میشه رو به شما یه درصدی رو درآمد میده. خب این به این صورت هست. وقتی بخوایم بفهمیم که خب این برنامه روبیکس نداره، بفهمیم که درآمد هر پیج که ساختیم صفحه روبینیون چند وقت پیش چیز خوندم راجع به زبان بدن، یه جاش میگفت اگه از قسمت تنظیمات کسب درآمد روبینو روی هر پیج میزنید و درآمدش رو براتون میاره. من از روبینو خیلی درآمد ندارم چون اصلا استفاده نمی کنم. اینجا رو ببینید کلا تاریخ ها رو زده، ببینید من هیچ استفاده ای ندارم. خب دیگه چی میخواستم بهتون بگم؟ خب بهتره اگه کانال میزنید کانال فیلم و سریال و اینا بزنید. اگه قسمت ها رو همینجوری میذارید تو کانال، مثلا 10 قسمت رو با هم میزنی،
کافیه یک کانال بزنید جدا به خاطر فیلم آپلودر که قاطی نکنیم. مثلا اینجا قسمت 1، این 2، این 3 رفته 9، بعد میاد 6، بعد میاد 10، بعد میاد 5. به خاطر اینکه اینا رو قاطی نکنیم همینجوری بذاریم تو کانال. یه کانال فیلم آپلودر میسازیم که به سرعت کار خیلی مثلا چند برابر میشه. وقتی که خواستیم فیلم رو داخل کانال اصلی بذاریم، مثلا قسمت 1 رو میزنیم و اون کانال رو انتخاب میکنیم. خب این درآمد این یه دونه کانال من هست، تقریبا 12 تومنه. با این سیم کارت هم تقریبا 12,500 درآمدم بوده. اینجا میشه ببینید 12 شو برداشت کردم، اینم مونده که تا فردا پس فردا ببینید از این قسمت اینجا میتونم برداشت بدم. خب اینم اثباتی ها هست و برخی از تراکنش ها اینجوری زرد میشه. اینا چیه؟ اینا تراکنش های نامشخص هستن که تقریبا حدودش 3 الی 4 ماه دیگه واسهتون واریز میشه و میاد به حساب. خب ببینم چیا مونده. خب دریافت پول به چه صورت هست؟ وقتی که وارد اطلاعات هویتی میشیم که احراز هویت بکنیم، اینجا از شما شماره شبا رو میگیره که درآمدهاتو واریز کنه. احراز هویت به چه صورت هست؟ من با این سیم کارتم اومدم اینجا کد ملی از من میخواد و نام و نام خانوادگی که اکثر خودش میاره فکر کنم. اینجا عکس کارت ملی اصلی، اگه نداشتین رسید کاغذیشو میذاری. خب ببینم چیا موند. تعرفه های درآمد. ببینید درآمد مثلا به اعضای هر 1 گیگابایت فیلم که شما گذاشتید بهتون 700 تومن میده. حالا فکر کن توی کانال داری 80,000 نفره، 10,000 نفرش آنلاینن و اون فیلم رو دانلود میکنن. میگیم وارد ماشین حساب میشیم، قبلا زدمش براتون. خب هر یه ویدیو که گذاشتی شده 700 تومن، 10,000 نفر اونو دانلود کنن میشه 7 میلیون تومن. یعنی تو میتونی روزانه با یه پست گذاشتن 7 میلیون تومن درآمد داشته باشی. اینم به راحتی. خب ادامه داستان اثبات. خب یه ترفند هست واسه جذب عضو. جذب عضو به چند صورت هست، بازم ویدیو براتون میذارم که از چه برنامه ها و روش های استفاده کنید، ولی یه دونه خفنش الان بهتون میگم. سریالی که میخواد ساخته بشه، قبل از اینکه ساخته بشه شما کانالشو بزنید و تقریبا 100 تا عضو جمع کنید داخلش که وقتی اون سریال میاد تو بازار، کانالی که جستجو میشه اول شما باشید. به همین سادگی. خدا نگهدار.